کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در یک گزارش جنبسته با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که بر اثر صدمه و ترکش ماشین گازکشان در موضع هوشیاری نویه ورزوب که صبح 6 سپتامبر سال 2022 رخ داده بود، 2 نفر مسافر آن ماشین و یک زن 56 ساله ساکن نویه شامنصور شهر دوشنبه جان باخته، ماشین گازکشان و همچنین یک ماشین سبکرو به کام آتش رفتند. قبلا درباره هلاکت 3 نفر گزارش‌ها به دست رسیده بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همچنین خبرها درباره آسیب دیدن 17 سیاحی خارجی را که با یک اتوبوس حرکت داشتند رد کرد و گفت یگان سیاحی خارجی در این حادثه آسیب ندیده است. بنا به گزارش کمیته ایالت‌های فوق‌العاده صبح 6 سپتامبر در کیلومتر 43 400 شورای دوشنبه خوجند صدمه نقلیاتی به قید گرفته شد. به جای حادثه سردار بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نویه ورزوب دسته تعینات مخصوص گردانیده شده کوفتوکو و نجات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده دیدبانگاه علاوه حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حاضر شدند. معلوم گردید که یک ماشین گازکشان متعلق به ساکن 37 ساله دهه 5 نویه 5 که با خط سیر خوجند دوشنبه در حال حرکت بود به دریای ورزوب سرازیر شده است. این ماشین گاز مایع انتقال میداد و برابر به ساحل به دریا برخوردن ترکش به عمل آمد. در نتیجه ترکش راننده ماشین زنده مانده و به بیمارستان رقم 3 شهر دوشنبه انتقال داده شده است. همسفر او در جای حادثه بر اثر جراحات وزنین به هلاکت رسیده است. بنا به گزارش سردار بخش کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در نویه ورزوب فیروز سویونوف، یک زن 56 ساله ساکن نویه شامنصور شهر دوشنبه با جراحات وزنین در بیمارستان جان خود را از دست داد. خبرگزاری‌ها استناداً به منبع‌های گوناگون از هلاکت 3 نفر خبر داده بودند که در اصل همین 2 نفر جان باختند. غیر از این در گزارش‌های مختلف و از جمله در خبر اول سامانه ما نیز اتوبوسی که هنگام ترکش در جای حادثه بود در عکس‌های کنار راه می ایستاد متعلق به شرکت آزیان اکسپرس گفته میشد طور رهبران این شرکت به ما در تماس شدند این اتوبوس به شرکت آنها دخلی نداشت. همچنین بعضی از خبرهای نشر شده در مورد آسیب دیدن مسافران این اتوبوس که گردشگران خارجی بودند اساس ندارد. یگان نفر از گردشگران خارجی آسیب ندیده است. در این حادثه همچنین یک ماشین سبکرو تمغه وز 21015 به پارگی سوخته است. خبر بعضی رسانه‌ها و آوازه‌ها درباره آنکه گویا کسی زیر چرخ کدام ماشین مانده باشد اساس ندارد. سبب‌های این صدمه مرگبار معلوم نیست. مقامات حفظ حقوق حادثه را تحقیق و علت‌های آن را معین می‌کنند.